چون من در مکتب فکری استادان مرحوم سید عبدالله نوری و محمد شریف همت‌زاده تربیت یافتم و این سیاست‌ها که الان ما دنباله‌گیری می‌کنیم عیناً ادامه اون سیاست‌ها است و کاملا اگر استاد نوری مرحوم در این زمان می بودن، نظر شخصی من این است که عیناً همین سیاست‌ها رو دنباله‌گیری می‌کردن و بهتر و خوبتر هم، چون ما شاگرد ایشون هستیم. شاید با نظر داشت وضعیتی که الان ما در منطقه و کشور داریم یک تغییرات‌های در روی کرد با وجود آمده است. بعضی فکر میکنن که یک تفاوتی بین رهبری ما با استادانمون هست، ولی در جوهر در باطن هیچ تفاوتی را نمیبینیم، چون که استادان واقعا هم از خود یک سیاست‌های خیلی معتدلانه و وسطی را نشان میدادن و این را نه تنها در شخصیت ما بلکه در کل سطح‌های گوناگون نهضت و حرکت اسلامی هم. اما گهگاه شما متهم به حرکات‌های تندروانه به ویژه حرکات‌های ضد دولتی میشین. ببینید وضعیت ما اینجوری است که یک گروه از تندروان